پیران منطقه دیری بالای شمال غرب پاکستان طلب دارند که مقامات محلی بر مقابل فساد اقدام کنند. در یک جمع آمد اعتراضی در شهر پشاور، پیران قبیله ها ادعا کردند که پول برای تعمیر راهها، تامین این منطقه با آب و ساختمان مکتب ها را از خود کردند. پیران اصرار می‌ورزند که رهبران ولایت خیبر پختونخوا با وعدهشان درباره مبارزه با فساد وفا نکردند. پارلمانت اوکراین لایحه بودجه سال 2014 را بدون بررسی به تصویب رساند. وکیلان مردمی گروه‌های مخالف حکومت که سعی داشتند تصویب لایحه بودجه در ورخونا رادا را به تأخیر افزایند، این روند را عملی کاملا غیر شرعی مینامند. بودجه امسال اوکراین که از طرف 249 وکیل مردمی حزب حاکم منطقه ها و کمونیستان دستگیری یافته است، کسری برابر با 60 میلیارد هریون یا خود 7 میلیارد دلار را اجازت می‌دهد. در سرایو پایتخت بوسنیا و هرسگووینا بینای نو کتابخانه غازی خسروبک مورد استفاده قرار گرفت. کشور قطر برای ساختمان این بنا 8 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. سالهای 90 قرن گذشته زمان جنگ بوسنیا این کتاب‌ها در 8 مکان مختلف نگهداری می‌شدند. در ارمنستان گروهی از رانندگان ماشین‌ها به خاطر جلب توجه به قانون نوین نفقه در این کشور راه‌ها را بند نمودند. مخالفان قانون نو میگویند پرداخت اجباری 5% معاش به خزینه نفقه که هر ساکنی از 40 ساله جوان ارمنستان به تطبیق آن وادار خواهد شد ناعادلانه است. در مسکو بارش برف رفت آمد مردم و نقلیات را دشوار کرد. در بعضی گوشه‌های پایتخت روسیه نوبت ماشین‌ها به یک چند کیلومتر برابر شده است. برای پاککاری کوچه‌ها هزارها نفر سفربر شدند.